ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی. استفاده از کاشی‌های لعابدار که در لعاب آنها ترکیباتی مانند اکسیدهای سرب و کادمیوم وجود دارد برای محیط زیست زیان بخش است. کارکنان محل انباشت بسته‌های کاشی باید به تجهیزات حفاظت شخصی مجهز باشند. استفاده از کلاه ایمنی، کفش و پوتین کار، دستکش و لباسهای ایمنی برای کارگران الزامی است. سازگاری: کاشی با سایر مصالح ناسازگاری ندارد. بسته‌بندی، حمل و نگهداری: کاشی‌ها عمدتاً در جعبه‌های مقوایی یا پوشش پلاستیکی پرس شده بسته‌بندی می‌شوند. برخی مشخصات فنی و درجه آن مطابق استاندارد ملی ایران شماره 6272 باید با رنگ ثابت و قابل رؤیت بر روی جعبه‌ها ثبت شود. حمل کاشی باید به گونه‌ای انجام شود که جابجایی و امکان آسیب دیدگی به حداقل برسد. حمل کارتون‌ها و یا پالت‌های حاوی کاشی با استفاده از وسایل نقلیه مانند لیفتراک و در بعضی از موارد با استفاده از چرخ دستی صورت می‌گیرد. در هوای بارانی استفاده از برزنت و چادر برای حفاظت کارتون‌ها الزامی است. زمانی که چند نوع کاشی مختلف اعم از کوچک و بزرگ، سنگین یا سبک روی وسیله نقلیه قرار می‌گیرد، باید بسته‌های مربوط به کاشی ضعیف و آسیب پذیر را در عقب وسیله نقلیه و یا روی بسته‌های کاشی بزرگتر و مقاومتر قرار داد تا از آسیب دیدگی کاشی‌های کوچک و ضعیف جلوگیری به عمل آید. در مرحله حمل برای مهار کارتون‌های کاشی بر روی پالت باید آنها را با بند مهار کرد. اگر کارتون‌ها و پالت‌ها از بسته‌بندی مناسب و استاندارد برخوردار باشند، سرپوشیده بودن بارگیر و وسیله حمل ضرورت ندارد. ولی چنانچه بسته‌بندی و شرینگ کارتون‌ها مناسب نباشد، باید از وسیله نقلیه سرپوشیده و چادر استفاده نمود. توصیه می شود محصولات در انباری تمیز، خشک، بدور از انجماد و قابل قفل شدن در صورت ضرورت نگهداری شوند تا از جابجا شدن اضافی، سرقت و آسیب جلوگیری شود. روش مناسب حمل و انبار کاشی استفاده از پالت می باشد. انبار نگهداری جعبه‌های کاشی باید تا حد امکان سرپوشیده باشد. کاشی‌های با جذب آب زیاد بهتر است در محل‌های سرپوشیده انبار شوند و حتماً در بسته‌بندی پلاستیکی تا زمان استفاده قرار گیرند. کاشی‌های پرسلانی به دلیل جذب آب خیلی کم به توجه ویژه آب و هوایی و دما و رطوبت خاصی نیاز ندارند و حتی در فضای باز نیز می‌توانند نگهداری شوند. این کاشی‌ها یخ نخواهند زد مگر اینکه ترک داشته باشند. نگهداری کاشی‌ها در انبار باید با فاصله از کف انبار باشد. چنانچه بسته‌های کاشی با پالت از کارخانه ارسال شده است، به همان صورت انبار شود. در صورتی که بسته‌های کاشی بدون پالت ارسال شوند، لازم است در انبار روی قفسه‌های مناسب قرار گیرند یا با فراهم آوردن تمهیداتی بسته‌ها بالاتر از سطح انبار قرار گیرد. ارتفاع انباشت بسته‌های کاشی به حالت افقی بر روی هم نباید بیش از 4 ردیف باشد. کاشی‌های ضخیم‌تر باید در زیر و کاشی‌های نازک‌تر در رو قرار گیرند. چنانچه تعداد بسته‌های کاشی زیاد باشد، باید انباشت آنها به صورت عمودی و آجرچین صورت گیرد. کاشی‌ها باید به گونه‌ای انبار شوند که برچسب آنها قابل مشاهده باشد و از پلاستیک بسته‌بندی کارخانه نباید خارج شوند. در انبار سرپوشیده بسته‌های پالت بدون شرینگ مشکلی ایجاد نمی‌کند
اما در انبارهای روباز باید همه پالت ها شرینک شده باشند.